ظرف یک ماه به 222 تا ساب تو یوتیوب رسیدم. اما چجوری؟ تو این مدت 11,000 تا مخاطب، 250 ساعت تایم واچ و 272 تا کامنت داشتم. بهترین ویدیو شورتم خرید گوشی بوده با 8K ویو و بهترین ویدیو لانگم دعوای بین شهاب و بهرام بوده با 1.5K ویو. اما قبلش یه تشکری بکنم از تمام شما برای بچه با معرفت و گلی که تو این را به هم انرژی دادین، آرزوی موفقیت کردین و خیلی به هم انگیزه دادین برای شروع یوتیوبم و واقعا باورم نمیشه که انقدر با معرفتی. اما هنوز اول راهیم و تازه 1/4 از راه مانیتایز شدن رو رفتیم. خوشحال میشم اگه این ویدیو رو تا اینجاش دیدی ویدیو رو لایک کنی، چنلمو ساب کنی و بقیه ویدیوها هم یه سر بزنی، شاید خوشت بیاد. اما تنها راه رسیدن به 200-300 تا ساب توی یه ماه فقط شروع کردنه. فکر نکن، شروع کن. من خودم 6 ماه طولش دادن تا شروع کنم. امروز و فردا کردن، شاید تا الان مانیتایز هم شده بودم ولی دیر شروع کردم. فقط شروع کن و منظم آپلود کن. هیچ رازی نداره. همین، تموم شد و رفت.